لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هرگز به کمال خیر نمی رسید تا از آنچه دوست دارید در راه خدا خرج کنید و آنچه را که شما می دهید حقا که خداوند با آن آگاست. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تمام خوردنی ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر آنچه اسرائیل یعنی یعقوب خودش پیش از این که تورات نازل شود بر خود حرام کرد. بگو پس تورات را بیاورید و آن را بخوانید اگر شما صادق هستید. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. پس هر کی بعد از این دروغی را به خداوند نسبت دهد پس آن گروه واقعا ستمگارند. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بگو خداوند راست میگوید پس کیش ابراهیم یکتاپرست را پیروی کنید و او از مشرکان نبود. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. حقا نخستین خانه که برای مردم قرار شد همان است که در مکه مبارک است و مایه هدایتی است برای جهانیان. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. در آن نشانه‌های روشنی است و از جمله مقام ابراهیم هر کسی در آن درآید در امان می باشد. برای خدا بر مردم حج خانه کعبه فرض است برای کسی که توانی رفتن به سوی آن را دارد و کسی که کافر شود پس بیگمان خداوند از همه جهانیان بی‌نیاز است. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا از آیات خداوند انکار میکنید در حالی که خداوند شاهد اعمال شماست. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بگو ای اهل کتاب چرا کسی را که ایمان آورده است از راه خدا باز می دارید یعنی آن را نادرست جلوه می دهید در حالی که شما شاهد حقانیت آن هستید و خداوند از آنچه می کنید هرگز غافل نیست. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب يردوكم بعد ایمانكم کافرین. ای مؤمنان اگر گروهی را از اهل کتاب فرمان برید شما را بعد از ایمان شما به کفر باز می‌گردانند. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله
الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقیم. و چطور کافر می شوید در حالی که به شما آیات خداوند خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست و هر که به دین خدا چنگ زند پس او واقعاً به راه راست هدایت شده است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ای مؤمنان، از خدا به حق ترس او بترسید و نمیرید مگر در حالتی که مسلمان باشید. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. و همه یک جا بر حسن خدا چنگ زنید و پراگنده مشوید و نعمتی را که خدا به شما ارزانی کرده به یاد آرید هنگامی که شما دشمنان یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت افکند. پس به برکت نعمت او برادر یکدیگر شدید و شما بر کناره گودالی از آتش قرار داشتید. پس شما را از آن نجات داد. به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که شما راه یابید. ولتکن منکم امة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. باید که در بین شما جماعتی باشند که مردم را به خیر فرا خوانند و امر به معروف کنند و از کارهای ناپسند باز دارند و هم ایشانند رستگار. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. و مانند کسانی نباشید که بعد از آن که به ایشان نشانه‌های روشن آمد پراگنده شدند و بین خود به اختلاف پرداختند. برای ایشان عذابی است بزرگ. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. روزی که روح‌های سفید شود و روح‌های سیاه گردد، پس کسانی که روح‌هایشان سیاه گردید به ایشان گفته می شود آیا بعد از ایمان خویش کافر شدید؟ پس به سبب آن که کافر شده بودید عذاب را بچشید. و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اما کسانی که روح‌هایشان سفید گردید پس ایشان در رحمت خداوند بوده در آن جاودانه و سر میبرند. تلك آیات الله نتلوها علیک بالحق وما الله یرید ظلما للعالمین. اینها آیات خداوند است که آن را به حق بر تو میخوانیم و خداوند به هیچ یک از جهانیان ستمی نمیخواهد. ولله ما فی السماوات وما فی الارض وإلی الله ترجع الامور. هر
آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست و همه کارها برای فیصله به خداوند بازگردانیده می شود. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. شما بهترین امتی هستید که برای خیر مردم بیرون آورده شده است. به کار پسندیده امر و از کار ناپسند منع می نمایید و به خداوند ایمان دارید. اگر اهل کتاب ایمان می آوردند این کار به خیر ایشان بود. بعضی از ایشان مسلمانند و بیشترشان فاسقند. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. به شما جز اذیت اندک هرگز زیان رسانیده نمی توانند. اگر با شما جنگ کنند به شما پشت می گردانند و سپس به ایشان هیچ کمکی نمی شود. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. به هر جایی که یافته شوند خیمه خواری بر ایشان زده شده است مگر آنکه بر رشته حمایت خدا یا بر رشته حمایت مردم چنگ زنند و به خشم خدا بازگشته اند و بر ایشان خیمه بینوایی زده شده است. این سببی است که ایشان از آیات خدا انکار می‌ورزیدند و به ناحق پیامبران را می‌کشتند. این سبب آن است که عصیان کردند و از حد می‌گذشتند. لیسوا سواء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون. همه ایشان یکسان نیستند. از اهل کتاب گروهی اند که به طرفداری حق ایستاده اند. ایشان آیات خدا را در آوان شب می‌خوانند و به خدای یکتا سجده می‌کنند. یؤمنون بالله والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. به خداوند و روز جزا عقیده دارند. مردم را به آنچه خوب است امر می کنند و از آنچه بد است منع می نمایند و در انجام اعمال ستوده از همگان پیش دستی می کنند و ایشان از زمره صالحانند. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. هر خیری که انجام دهند به آنان ناسپاسی نمی شود و خداوند به حال پرهیزگاران آگاه است. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بیگمان کافران نه داراییشان و نه هم اولادشان آنها را از هیچ چیزی از عذاب خدا بی‌نیاز ساخته می‌تواند
و ایشان اهل دوزخند، در آن همیشه به سر میبرند. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. مثال آنچه ایشان در زندگی این جهان خرج می کنند همانند بادی است که در آن سرمای سخت است و ناگاه به کشتزار کسانی رسد که به خویشتن ستم روا داشته اند، پس آن را نابود کرد و خداوند بر ایشان ستم نکرده است، بلکه ایشان خود بر خویشتن ستم کرده اند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ای مؤمنان، از غیر خودتان دوست همراز نگیرید که در خرابکاری به شما کوتاهی نمی کنند، رنج شما را دوست دارند. واقعا بغض از گفتار دهانشان آشکار است، ولی آنچه را دلهایشان پنهان می کند بزرگتر است. حقا که ما برای شما آیات را بیان کردیم اگر خردمند هستید. ها انتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. این شما هستید که ایشان را دوست دارید اما ایشان شما را دوست ندارند، در حالی که شما به تمام کتاب ایمان دارید. هنگامی که شما را ملاقات کنند میگویند ما ایمان آوردیم، اما وقتی که تنها میشوند از خشم بر شما سرانگشتان خود را میگزند. بگو به خشم خود بیمیرید، حقا که خداوند به آنچه در سینه ها هست آگاه است. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. اگر خوبی به شما عاید شود آنها را اندوهگین می سازد، ولی اگر به شما بدی برسد به آن خوش می شوند. و اگر شما ثابت قدم و پرهیزگار باشید دسیسه ایشان برای شما هیچ ضرری عاید کردن نمی تواند. بیگمان خداوند به آنچه ایشان می کنند احاطه دارد. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ والله سمیع علیم. بیادار وقتی را که از خانواده خود صبح وقت بیرون شدی تا مسلمانان را در سنگرهایشان برای جنگ جابجا کنی و خداوند شنوا و داناست. اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بیادار وقتی را که دو دسته از شما به سبب بزدلی خواستند سستی کنند و از جهاد بازگردند، در حالی که خداوند کارسازشان بود و مؤمنان باید همیشه بر خداوند توکل ورزند.
ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. حقا که خداوند در بدر شما را مدد کرد در حالی که شما در چشم دشمن خوار بودید، بنابراین از خدا بترسید تا باشد که سپاسگزار شوید. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. بیادار وقتی را که به مسلمانان می گفتی آیا برای شما کفایت نمی کند که خداوند شما را به 3,000 فرشته‌ای که خاص برای همکاری شما فرستاده شده مدد کند؟ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين. آری، اگر شما ثابت قدم بمانید و پرهیزگاری کنید، حتی اگر دشمن با شتاب بر شما یورش آورد، باز هم پروردگار شما را با 5,000 فرشته دارای نشانه های خاصی کمک می کند. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. و خداوند این مدد فرشتگان را نگردانید مگر مژده‌ای برای شما و تا دلهای شما آرامش یابد و به هر صورت مددی نیست مگر از نزد خداوند صاحب قدرت منی و با حکمت. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. تا دسته از کفار را نابود کند یا ایشان را چنان رسوا سازد که به نامرادی بازگردند. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. در این امر تو را هیچ اختیاری نیست، خواه خداوند توبه ایشان را بپذیرد یا آنها را عذاب کند، زیرا آنها واقعا ستمگارند. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحیم. هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست. هر که را بخواهد میامرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است. یا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، سود را چندین برابر مخورید، از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. و از آتشی بترسید که برای کافران آماده شده است. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. خداوند و پیامبر او را فرمان برید تا باشد که مورد مرحمت قرار گیرید. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. برای به دست آوردن آمرزش پروردگار خود و بهشت بشتابید که پهنای آن معادل تمام آسمان ها و زمین است و برای پرهیزگاران آماده شده است. الذين
ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آنهایی که در رفاه و عسرت با دست و دل فراخ خرج می‌کنند و خشم خود را فرو می‌خورند و مردم را عفو می‌کنند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. و آنهایی که چون مرتکب عمل فحشا میشوند یا بر خود ستم میکنند پس خداوند را یاد میکنند و آمرزش گناهان خویش را میخواهند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و بر گناهی که کرده اند اصرار نمیورزند در حالی که میدانند. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اینهایند که پاداششان آمرزش است از جانب پروردگارشان و باغهایی که در زیر آنها جویبارها جریان دارد در آنجا جاودانه به سر میبرند و چی خوب است مزد این نیکوکاران. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. حقا که پیش از شما نیز روش‌های زندگی وجود داشت پس در زمین سیاحت کنید تا دریابید که سرانجام تکذیب کنندگان آیات خدا چگونه بود. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین. این بیان است برای مردم و راهنمود و نصیحت است برای پرهیزگاران. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. و سست نشوید و اندوهگین مگردید شما غالبید اگر واقعا مؤمن باشید. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اگر زخمی به شما رسیده یقین داشته باشید که زخم شفیع آن به آن مردم نیز رسیده است. چنین روزها یعنی نشیب و فرازها را بین مردم دست به دست می‌گردانیم تا خدا کسانی را که ایمان دارد معلوم کند و تا شما شهیدانی بگیرد و خداوند ستمگاران را دوست نمی‌دارد. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. و تا مسلمانان را پاک سازد و کفار را نابود گرداند. أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. آیا گمان کردید که به بهشت داخل می شوید پیش از آن که خداوند مجاهدان را از میان شما متمایز نساخته باشد و صابران را متمایز نکرده باشد؟ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
شما واقعا مرگ را تمنا می کردید پیش از آنکه با آن روبرو شوید، پس بیگمان آن را دیدید در حالی که با آن با بی‌تفاوتی می نگریستید. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نیست محمد مگر پیامبری، بسا پیامبران پیش از او گذشته اند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود به عقب میگردید؟ اگر کسی به عقب خود برگردد هیچ ضرری به خداوند رسانده نمیتواند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش میدهد. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. هیچ کس را توان آن نیست که بمیرد مگر به اجازه خداوند سرنوشتی است تعیین شده. اگر کسی خواهان پاداش دنیا باشد ما به او از آن میدهیم و اگر کسی پاداش آخرت را بخواهد ما به او از آن میدهیم و ما به زودی سپاسگزاران را پاداش میدهیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. چه بسا پیامبرانی که به همراهیشان مردان خداجوی بسیاری جنگیدند، پس به سبب مصیبت هایی که در راه خدا به ایشان رسید سستی نکردند و ضعیف نشدند و تسلیم نگردیدند و خداوند صابران را دوست می‌دارد. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. گفتار ایشان جز این نبود که گفتند پروردگار ما گناهان ما و زیاده روی را در کار ما بیامرز و قدمهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز گردان. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. پس خداوند به ایشان پاداش در این دنیا و پاداش نیک در آخرت داد و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرین. ای مؤمنان اگر کافران را فرمان برید شما را به عقب شما باز می‌گردانند و سرانجام زیانکار می‌شوید. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. به آنها اعتماد نکنید بلکه خداوند حامی شماست و او بهترین مددگاران است. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. به زودی در دلهای کافران ترس می‌اندازیم از سبب اینکه به خدا شرک آوردند چیزی که خدا به آن دلیل نفرستاده است. جایشان آتش است و چی جای بدی است جای ستمگاران.
ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. و براستی که خداوند وعده خود را بر شما راست گردانید در آن هنگامی که آنها یعنی دشمنان را به اذن او چابک می‌کشتید. این پیروزی تا هنگامی دوام کرد که سست شدید و در اطاعت از امر به منازعه پرداختید و نافرمانی کردید. بعد از اینکه به شما چیزی را نشان داد که به آن رغبت داشتید. در میان شما کسانی بودند که مال و متاع دنیا را می‌خواستند و نیز در میان شما کسانی بودند که پاداش آخرت را می‌خواستند. سپس خداوند شما را از ایشان منصرف ساخت تا شما را آزمایش کند. بیگمان او شما را عفو کرد و خداوند به مؤمنان صاحب بخشایش است. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. بیاد دارید وقتی را که سراسیمه و بلندی بالا می رفتید و به کسی به عقب نمی گریستید در حالی که پیامبر شما را به سوی کسانی فرا می خواند که به عقب شما مانده بودند. سپس خداوند شما را به اندوهی از پی اندوهی جزا داد تا به از دست دادن مال غنیمت و مصیبتی که عاید حال شما شده اندوهگین نشوید. خداوند بیگمان به آنچه می کنید آگاه است. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. بعد از این اندوه سپس خداوند آرامش را بر شما چیره گردانید. پینکی یعنی خواب کوتاه که دسته از شما را فرا گرفت در حالی که گروه دیگر را اندیشه نجاتشان به خود مشغول ساخته بود. آنها گمانهای نادرستی همچون گمانهای دوره جاهلیت می‌کردند و می‌گفتند آیا از این امر یعنی پیروزی چیزی نصیب ما می‌شود؟ بگو واقعا همه امور کاملا به اختیار خداست. چیزی را که به تو ظاهر نمی سازند به دل خود پنهان می کنند. با خود می گویند اگر برای ما از پیروزی بهره می بود در اینجا کشته نمی شدیم. بگو حتی اگر شما در خانه های خود هم می بودید بیگمان کسانی که مرگ بر ایشان مقدر شده بود و جاهای مرگ خود می شتافتند.
این همه برای آن بود تا خداوند آنچه را در سینه های شما است آزمایش و آنچه را در دلهای شما تصفیه کند و خداوند به آنچه در سینه ها است آگاه می باشد. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. آن از شما که در روز روبرو شدن دو جمعیت رو گردانیدند بیگمان شیطان بود که ایشان را به سبب بعضی از اعمال ناشایسته‌ای که انجام داده بودند لغزانی. بیگمان خداوند از ایشان درگذشت، حقا که خداوند آمرزنده و صاحب حلم است. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ای مؤمنان، شما مانند کافرانی نباشید که در حق برادران خود در هنگامی که به سیاحت بیرون می رفتند یا به جنگ مشغول می شدند می گفتند اگر ایشان با ما می پاییدند نمی مردند و کشته نمی شدند تا خداوند این گفته ها را سبب حسرت و پشیمانی در دلهایشان گرداند و خداوند است که زنده می گرداند و می میراند و خداوند به آنچه می کنید بیناست. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. و اگر شما در راه خدا کشته شوید یا بمیرید آمرزش و مرحمت خداوند به مراتب بهتر از چیزهایی است که ایشان جمع می کنند. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. و اگر بمیرید یا کشته شوید همانا به سوی خدا حشر می شوید. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سپس به سبب رحمت خداوند نرم دل شدی. اگر تندخوی یا سخت دل می بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. پس از خطاهای ایشان درگذر و برایشان آمرزش بخواه و با آنها در کارها مشورت کن و چون عزم کردی پس به خدا توکل نمای. واقعا خدا متوکلان را دوست می دارد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اگر خدا شما را پیروز سازد پس هیچ کس بر شما غالب شدن نمی تواند و اگر او شما را مدد نکند پس بعد از آن کیست که شما را مدد کند و مسلمانان باید به خداوند توکل ورزند. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هیچ پیامبری نیست که چیزی را پنهان کند یعنی خیانت کند و کسی که چیزی را از مال غنیمت پنهان کند در روز بازپرس آنچه را در آن خیانت کرده می آورد. سپس به هر کس هر آنچه را کسب کرده است داده می شود و به ایشان ستم نمی شود. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم
وبئس المصير. آیا کسی که خوشنودی خداوند را می جوید مانند شخصی است که بر خشم خدا باز می گردد؟ جای او دوزخ است و چه بد جایی است دوزخ. هم درجات عند الله والله بصیر بما یعملون. هر یک از ایشان در نزد خدا درجات متفاوت دارند و خداوند به آنچه ایشان می کنند بیناست. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خداوند بیگمان بر مسلمانان منت گذاشت هنگامی که به ایشان از میان خودشان پیامبری فرستاد که بر ایشان آیه های خدا را میخواند، ایشان را پاک میگرداند و به ایشان کتاب و حکمت میآموزد، اگرچه پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلیها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدیر. آیا چون به شما مصیبتی رسید در حالی که دو چند آن مصیبت را به دشمنان رسانیدید باز هم گفتید این مصیبت از کجاست؟ بگو این از طرف خود شماست، حقا که خداوند بر هر چیز تواناست. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. مصیبتی که در روز روبرو شدن دو جمعیت به شما رسید پس به اجازه خداوند بود تا مؤمنان را مشخص گرداند. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. و هم منافقان را مشخص گرداند و چون به منافقان گفته شد بیایید در راه خدا بجنگید یا لااقل دشمن را از شهر خود دفع کنید، گفتند اگر جنگ را میدانستیم یقینا از شما پیروی میکردیم. در آن روز ایشان نسبت به ایمان و کفر نزدیکتر بودند، به دهنهای خود چیزهایی میگفتند که در دلهایشان نبود و خداوند به آنچه میپوشانند داناست. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. آنها یعنی منافقان خود از جهاد باز نشستند و آنگاه به برادران خود گفتند اگر از ما پیروی میکردند کشته نمیشدند. بگو اگر راستگو هستید پس مرگ را از خود دفع کنید. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. کسانی را که در راه خدا کشته شده اند مرده مپندار، بلکه زنده اند و نزد پروردگار خویش روزی داده میشوند. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به آنچه خدا از فضل خود به ایشان داده است شادمانند و در صدد آن هستند که به بازماندگان خویش که تا هنوز با ایشان پیوست نشده اند مژده بدهند که برایشان ترسی نیست و نی هم ایشان اندوهگین میشوند. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله
از جانب پروردگار و فضل وی مژده می‌دهند و اینکه خداوند هرگز مزد مؤمنان را ضایع نمی‌سازد. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. آنهایی که حکم خدا و پیامبر او را بعد از اینکه به ایشان زخم رسید نیز اجابت کردند، برای نیکوکاران و پرهیزگارانشان مزدی بزرگ است. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آنهایی که چون مردم به ایشان گفتند مردم برای مقابله شما تجمع ورزیده‌اند، از ایشان بترسید. این سخن ایمانشان را قوی گردانید و گفتند خدا به ما کافی است و بهترین کارساز. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. ایشان به نعمت و فضل خداوند به چنان حالتی بازگشتند که گویی هیچ زیانی به آنها نرسیده و خوشی خداوند را پیروی کردند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. بیگمان این شیطان است که هواخواهان خود را می ترساند. از ایشان مترسید بلکه از من بترسید اگر ایمان دارید. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. آنانی که به کفر می شتابند نباید تو را اندوهگین سازند. بدون شک ایشان هیچ ضرری به خدا نمی رسانند. خداوند می خواهد که به ایشان از آخرت بهره قرار ندهد و برایشان عذابی بزرگی است. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. آنانی که کفر را به ایمان خریدند هیچ ضرری به خدا نمی رسانند. برایشان عذابی دردناک است. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. کافران نباید فکر کنند مهلتی که ما به ایشان می‌دهیم به خیرشان است. ما به ایشان برای آن مهلت می‌دهیم تا بر گناه خیش بیفزایند و برایشان عذاب اهانتبار است. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. خداوند مؤمنان را در حالتی نمیگذارد که در آن حکم شما قرار دارید تا ناپاک را از پاک جدا کند. چنان نیست که خداوند شما را بر اسرار غیبی آگاه گرداند، مگر خداوند به این منظور از پیامبران خیش هر کی را خواهد برگزیند. پس به خدا و پیامبران او ایمان آرید و اگر ایمان آرید و پرهیزگاری نمایید برای شما مزدی بزرگ است.
ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبیر. آنهایی که بر آنچه خداوند از فضل خیش به ایشان افزایی کرده بخل می‌ورزند نباید این کار را به خیر خیش پندارند، بلکه این به زیانشان است و زودی در روز قیامت چیزی که به آن بخل ورزیدند طوق گردنشان می‌گردد. میراث آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه می‌کنی آگاه است. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. حقا که خداوند گفته آنانی را که گفتند واقعا خداوند نادار است و ما ثروتمند هستیم شنید. ما به زودی سخنانشان را و نیز عملشان را مبنی بر بناحق کشتن پیامبران را می نویسیم و برایشان می گوییم بچشید عذاب سوزان را. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. این به سبب آن اعمال نادرستی است که دستهای شما از پیش فرستاده است و خداوند هرگز بر بندگان خود ستمگار نیست. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. آنهایی که گفتند حقا که خداوند از ما عهد گرفته است که به هیچ پیامبر ایمان نیاوریم مگر آنکه قربانی را بیاورد که آن را آتشی از آسمان بخورد. بگو پیش از من نیز پیامبرانی با معجزه ها و با چیزی که شما خواستید آمدند. پس اگر به گفته خود صادق هستید چرا ایشان را کشتید؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. پس اگر تو را تکذیب کردند پیامبران پیش از تو که با معجزه ها، موعظه ها و کتاب روشنی بخش آمدند نیز تکذیب کردند. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هر کسی مرگ را می چشد و شما بیشک مزد کامل خیش را در روز قیامت دریافت می کنید. پس کسی که از آتش دوزخ دور نگاه داشته شود و به بهشت داخل ساخته شود چنین شخصی در واقع به مراد خیش رسیده است. زندگانی این دنیا چیزی جز متاع فریبنده نیست. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. بیگمان شما در مالهای خود و در جانهای خود
مورد آزمون قرار میگیرید و بیگمان شما از اهل کتب پیش از خود و مشرکان بدگویی بسیار میشنوید و اگر شکیبایی ورزید و پرهیزگاری نمایید بیگمان این کار از امور شایسته و استوار است. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. و با خاطر آور وقتی را که خداوند از اهل کتاب عهد گرفت که آن را برای مردم به روشنی بیان کنید و احکام آن را پنهان ننمایید، پس آن را با پشت سر خود انداختند و در بدل آن بهای ناچیز خریدند و چی بد از چیزی که ایشان میخرند. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. کسانی که به آنچه کردند مینازند و دوست دارند که به کارهایی که نکرده اند ستایش شوند، پس ایشان را مپندار که از عذاب برکنارند، برای ایشان عذابی است دردناک. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. پادشاهی آسمان‌ها و زمین از آن خداست و خداوند بر همه چیز تواناست. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واقعا در آفرینش آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز برای خردمندان نشانه هاست. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنهایی که ایستاده نشسته و بر پهلوهای خویش دراز کشیده خداوند را یاد میکنند و در اسرار آفرینش آسمانها و زمین فکر میکنند و با خود میگویند پروردگار ما اینها را عبث نیافریده ای، پاکی تو، پس ما را از آتش دوزخ نگه دار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. پروردگارا بیگمان هر کی را تو به دوزخ درآری حقا که او را رسوا ساختی و برای ستمگران هیچ مددکاری نیست. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. پروردگارا ما از دعوتگری شنیدیم که به سوی ایمان فرا میخواند و میگفت که به پروردگار خود ایمان آورید، پس ایمان آوردیم. پروردگارا پس برای ما گناهان ما را ببخش، از ما بدیهای ما را بزدای و ما را با نیکوکاران بگیران. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا چیزی را که به وسیله پیامبران خود به ما وعده کردی عنایت فرما و ما را در روز قیامت رسوا مگردان، حقا که تو خلاف وعده نمی کنی. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس خداوند دعای ایشان را اجابت کرد که من هرگز عمل هیچ عمل کننده شما را از مرد یا زن زایل نمی کنم. بعضی شما از جنس بعضی است، شما از یکدیگرید. پس آنانی که هجرت کردند و از خانه‌های خود بیرون رانده شدند و در راه من اذیت دیدند، جنگ کردند و کشته شدند، حقا که من از ایشان گناهانشان را می‌زدایم و ایشان را در بهشت‌های جا می‌دهم که در زیر درخت‌های آن جویبارها جریان دارد و این مزدی است از نزد خداوند و نزد خداوند بهترین مزدهاست. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. خرامیدن چند روزه کفار در شهرها نباید تو را فریب دهد. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. این بهره‌مندی اندکی است، سپس جای بازگشتشان دوزخ می باشد و چی بد جایی است دوزخ. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. ولی برعکس برای کسانی که از پروردگارشان می‌ترسند بهشت‌هایی است که در زیر درخت‌های آنها جویبارها جریان دارد، در آنجا ایشان جاودانه به سر میبرند و این مهمانی است از جانب خداوند و آنچه در نزد خداوند است برای نیکان بهتر است. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. و یقینا در بین اهل کتاب کسانی اند که به خداوند و به آنچه بر شما نازل شده است و آنچه بر ایشان نازل شده به طور قطع ایمان می‌آورند، در حالی که به خدا فروتنی می‌کنند. ایشان آیه های خدا را در بهای اندک نمی‌فروشند، برای ایشان نزد پروردگارشان مزدی است. حقا که خداوند در حساب گرفتن سریع است. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای مؤمنان، شکیبایی ورزید، ثابت قدم باشید، از مرزهای خود مراقبت کنید و از خدا بترسید تا باشد که رستگار شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان، نهایت بارش. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون
تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ای مردم، از پروردگار خود بترسید، ذاتی که شما را از یک تن آفرید و همسر وی را از او آفرید و از آن مردان و زنان بسیاری را پراکنده ساخت و از خدای بترسید که به نام او از یکدیگر تقاضا می کنید و از قطع رشته ذوی الارحام پرهیز کنید، حقا که خداوند بر شما مراقب است. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. به یتیمان چون به سن رشد خود رسیدن داراییشان را بدهید و اموال بد خود را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید و اموال ایشان را به وسیله مخلوط کردن با اموال خود مخورید، حقا که این گناهی بزرگ است. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تعولوا. اگر می ترسیدید که در امر یتیمان عدالت کردن نمی توانید، از زنان مورد پسند خیش 2، 3 یا 4 زن را نکاح کنید و اگر می ترسیدید که بین همسران خود عدالت برقرار کردن نمی توانید، پس یک زن بگیرید یا از زنانی که مالک آنها هستید استفاده کنید. این کار شما از ظلم و ستم بهتر جلوگیری می کند. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. برای زنان مهرشان را به خوشی و رضایت بپردازید، اما اگر قسمتی از آن را به خوشی خود به شما بخشیدند، از آن به خوشی و گوارایی استفاده کنید. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما گردانیده است و بیخردان ندهید. از آن مال ایشان را بخورانید و بپوشانید و به ایشان سخن پسندیده بگویید. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. و یتیمان را بیازمایید تا چون به سن نکاح رسیدند، پس در آن وقت اگر از ایشان احساس رشد کردید، مالهایشان را به دسترسشان قرار دهید و با اسراف و شتاب زدگی از ترس اینکه مبادا بزرگ شوند مالشان را خرج نکنید. کسی که توانگر است از استفاده آن خودداری کند و کسی که نادار است از آن به شیوه پسندیده بخورد و چون دارایی ایشان را به دسترسشان قرار می‌دهید بر ایشان گواه بگیرید و خداوند در حساب گرفتن بسنده است. للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون
الأقربون مما قل منه أو كثر نصیبا مفروضا. از آنچه از پدر، مادر و خویشاوندان باقی ماند سهمی است برای مردان و هم از آنچه از پدر، مادر و خویشاوندان باقی ماند سهمی است برای زنان، خواه دارایی کم باشد یا زیاد سهمی تعیین شده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. و اگر در وقت تقسیم خویشاوندان، یتیمان و بینوایان حاضر شوند برای ایشان از آن چیزی بدهید و به ایشان سخن پسندیده بگویید. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. آنها که اگر فرزندان ناتوانی از خود بگذارند و از آینده آن میترسند باید از ستم بر یتیمان بپرهیزند، باید از خدا بترسند و باید سخن راست بگویند. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آنهایی که مالهای یتیمان را به ظلم میخورند بیگمان آتش به شکم خود میخورند، یعنی داخل میکنند و به زودی به آتش سوزان داخل میشوند. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. خداوند شما را در مورد اولاد شما سفارش می کند. برای مرد سهم مساوی به سهم دو زن. اگر دختران دو یا زیاده از دو مانده باشند 2 ثلث متروکه از ایشان است. اگر یک دختر باقی مانده باشد پس برای او نصف است. اگر متوفی از خود فرزندی گذاشته باشد برای هر یک از پدر و مادر او 1/6 میراث میرسد. و اگر فرزندی نگذاشته باشد و پدر و مادر یگانه بازماندگان او باشند مادر 1 ثلث را میگیرد. اگر متوفی از خود برادران یا خواهران به جا گذارد مادر 1/6 را میگیرد. توزیع مال میراث در همه موارد بعد از ادای آنچه را متوفی وصیت کرده و بعد از ادای دین صورت میگیرد. شما نمیدانید که پدران شما در نفرسانیدن به شما نزدیکتر هستند یا فرزندان شما. سهم تعیین شده است از جانب خدا، که خداوند دانا و با حکمت است. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم
از آنچه زنان شما از خود به جا میگذارند هرگاه از ایشان اولاد نمانده باشد نصف آن به حیث میراث به شما میرسد. اما اگر از خود فرزندی به جا گذارند 4/1 میراثشان از آن شماست، البته بعد از ادای آنچه متوفا وصیت کرده یا از او دین مانده است از آنچه شما از خود به جا میگذارید. اگر از شما فرزندی نمانده باشد قسمت زنان 1 ربع است. اما اگر فرزندی از خود به جا گذارید بعد از ادای آنچه وصیت کرده اید و ادای دین برای زنان شما 8/1 است. اگر مرد یا زنی که میراث او مطرح است کلاله باشد، یعنی نی از وی مادر و پدری مانده باشد و نی هم اولادی، ولی از خود برادری یا خواهری باقی گذاشته باشد، هر یک از این دو 6/1 میراث را میگیرند. اما اگر برادر و خواهر باقی گذاشته شده بیش از 2 نفر باشند ایشان در 3/1 میراث شریکند، البته بعد از ادای آنچه متوفا وصیت کرده و بعد از ادای دین به شرط آنکه از طریق وصیت به کسی زیانی نرسد. این حکم است از جانب خدا و خداوند دانا و صاحب حلم است. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اینها حدود خداوند است. هر که خدا و پیامبر او را اطاعت کند او را به بهشت‌های داخل می‌گرداند که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد. در آنجا جاودانه به سر میبرند و این است رستگاری بزرگ. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. و کسی که خداوند و پیامبر او را نافرمانی کند و از حدود خدا تخطی ورزد او را به آتش داخل می‌گرداند که در آن همیشه به سر برد و برای او عذابی رسوا کننده است. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. کسانی از زنان شما که به اعمال فحشا مبادرت می‌ورزند 4 مرد را از میان خود بر ایشان شاهد گیرید و چون شهود گواهی دادند آن زنانی را که علیهشان گواهی داده شده است تا هنگامی به خانه ها محبوس کنید که مرگ ایشان را دریابد یا اینکه خداوند برای ایشان راه دیگر مقرر نماید. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. آن 2 کسی که در میان شما به اعمال فحشا مبادرت ورزند هر دویشان را مجازات کنید. اگر ایشان توبه کنند و اصلاح شوند پس از ادامه مجازاتشان خودداری کنید. خداوند بیگمان توبه پذیر و مهربان است. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. حقا که پذیرش توبه بر خداوند برای کسانی است که به نادانی کارهای بد می کنند باز به زودی توبه می نمایند، پس توبه اینها را خداوند می پذیرد و خداوند دانا و با حکمت است. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم
الكفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. توبه کسانی پذیرفتن نمی شود که چون مرگ یکی از ایشان را دریافت در آن وقت بگوید حالا من واقعا توبه کردم. و نی توبه کسانی پذیرفته می شود که در حال کفر و زندگی را پیدرود گویند. برای چنین مردم مجازات بس دردناک را آماده ساخته. یا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ای مؤمنان، برای شما حلال نیست که زنان را برخلاف میلشان به حیث میراث بگیرید و نی هم ایشان را تحت فشار قرار دهید تا بدین وسیله قسمتی از مهری را که با ایشان داده اید باز ستانید، مگر در حالتی می توانید آنها را زیر فشار بگیرید که به صورت آشکارا مرتکب عمل فحشا شده باشند و با زنان خیش بر روش پسندیده رفتار کنید. اگر از ایشان بد می برید پس ای بسا که از چیز بد برید و خداوند در آن خیر بسیاری بگرداند. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. اگر بر آن شدید که به عوض همسر خود همسر دیگر بگیرید، گرچه به همسر خود که مقصد طلاق او را دارید مال فراوان هم داده باشید، هیچ چیزی را از وی باز نستانید. آیا مال را به وسیله تهمت و به گناه آشکارا میگیرید؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. و چطور آن مال را میگیرید در حالی که از یکدیگر کام گرفته اید و از شما به وسیله عقد نکاح عهد محکم گرفته اند؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. و زنان را به نکاح مگیرید که پدران شما نکاح کرده بودند جز آنچه گذشت. این عمل زشت و خشم انگیز است و چی بد روش. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. برای شما نکاح مادران شما، دختران شما، خواهران شما، عمه‌های شما، خاله‌های شما، برادرزاده‌های شما، خواهرزاده‌های شما، مادران رضایی شما، خواهران رضایی شما، خشوهای شما، دختر اندرهای شما که در آغوش شما پرورش یافته‌اند و از آن همسران شما پیدا شده‌اند که شما از آن همسران کام گرفته اید حرام است. اما اگر شما از همسران خویش کام نگرفته باشید، به نکاح گرفتن دخترانشان بر شما گناهی نیست. نکاح زنان آن پسران شما که از پشت شما باشند و به نکاح گرفتن دو خواهر در عین وقت نیز حرام است، مگر آنچه در گذشته مرتکب شده باشید.